سال نوتون مبارک. اینجا دوحه قطره، با هم بریم یه گشت تو شهر بزنیم. آقا مغازه کلا ایرانی زدین دیگه تو قطر ها؟ بله تقریبا اکثر جنس‌ها ایرانی. تازه اومدین قطر؟ تازه تقریبا 46 ساله. 46 سال. میدونی تیم ملی اومده الان قطر؟ تیم ملی اومده قطر ما میریم ولی خب یعنی میرین؟ بله 100%. این بازی پنجشنبه رو میرین؟ بله دیگه 100%. ما تیم ایران وقتی اومد میریم. آقا دمتون گرم. ان شاء الله ایران ببره دیگه. ان شاء الله. میبره؟ ان شاء الله. آقا کلا بازار واقف ایرانیا کولا کردن. آره واقعا خیلی همه هم طرفدار تیم ملی. انشالله روز پنجشنبه همه تو استادیوم. همه فوتبالی اینجا. نه 90% بازار فوتبالی هستن. فوتبالی هم نباشن دیگه واسه تیم ملی ایران دیگه. این که 100% همه بازار جونشو فدای تیم ملی میکنن. فوتبالی هستی یا نه فقط چون تیم ملی اومده؟ اینجا هر هفته 2 جلسه با همه ایرانی‌ها میریم سالن. هر هفته. بله هفته 2 جلسه. فوتبال ایران هم دنبال میکنه الان دیگه اومد اینجا. بله. هم باشگاهی هم ملی. هم باشگاهی دنبال میکنم ملی. 90 هم میبینیم موقع یا نه؟ هر هفته دوشنبه. دوستمون 320 بار تو برنامه سوال اس‌ام‌اسی ما شرکت کرده. بعد پیش بینی هم که میکنید که 791 رتبت هم. ولی اون یکی یه موبایل دیگه دارم فکر کنم رو 4000. پارسال 500 ام شدم. چند میشه بازی؟ ان شاء الله یکیچ. میری استادیوم اینا؟ بله حتما. عید نوروز شما مبارک باشه. علی آقام یکی از اون ایرانیای خیلی باحاله که تو قطر مغازش حالا قسمت‌های مختلفش رو نشونتون میدیم. کلاً آقا هر چیز عتیقه و آنتیک گوشین دیگه. ها دیگه کارمون همینه. کجا پیدا میکنین همه وسایل؟ بیشتر اینا از تو خود قطر. یعنی اینایی که جمع میکنن کلکسیون دارن اینا بعد یه مدتی خسته میشن ما ازشون میخریم. به اونایی که میان تو خط همین چیزا کارهای عتیقه و اینا به اونا میفروشیم. مشتری هم خوب دانی یا نه؟ بیشتر قطری هم. قطری‌ها دنبال این چیزا؟ بیشتر قطری هست. کبریتایی که مشاهده میکنید فریدون زندی و مهدی مهدوی‌کیا و داوود فنایی اصلا فکرش هم فکر کنم نمیکردن که روزی روی کبریت باشن عکسشون، اونم تو دوحه قطر. فوتبالی هستی یا نه؟ من که از روز دنیا اومدم پرسپولیسم. از روزی که به دنیا اومدم. از روز دنیا اومدم. یعنی غیر رنگ قرمز رنگ دیگه نمیبینم اصلا. یعنی رنگ دیگه وجود نداره برای من. ملی چی؟ ملی که دیگه همه بازی داریم. عالیه. خدا کنه ببریم. توی دوحه یه همچین رستورانی هم ببینیم واقعا ما تو مبهوت آدم میمونه چقدر زیباست. و در خدمت آقای راد مدیر این رستوران هستیم. آقا چیکار کردیم با این رستوران؟ والا درسم خدمت که این رستوران که یه 7-8 سال اینجا هستش. اگه دوستان از ایران آوردن، دوستان هنرمند از ایران آوردن، این کارهای زیبای دستی اینجا کردن که به قول معروف همه کار دست و هم کار هنرمندای داخلی خودمونه. فوتبالی هم هستی؟ بنده عاشق فوتبالم. فوتبالی که چه عرض کنم بگم طرفدار چه تیمی؟ الان که تیم ملی نگم من دیوانه فوتبالم. دیگه الان که شانس افتاد که تیم ملی هم اومده اینجا. سر میبریم دیگه. ما فردا 100% اونجاییم. ما در رستوران میبندیم میایم اونجا. بعد 90 چی 90 هم میبینی یا نه؟ در ارادت داریم برنامه 90 با آقای عادل.
ساکن قطری؟ نه، من از استرالیا اومدم. قیافم دیگه واسه کارلوس کیروش تکراریه. استرالیا؟ این رفتم واسه شون، هم رفتم مالزی واسه بازی ایران و سوریه. یعنی برای بازی اومدین الان فقط با بچه‌ها اومدیم واسه فوتبال ایران. امیدوارم که دل ما رو شاد کنن. خدایی دمتون گرم. از استرالیا اومدن قطر فقط برای بازی ایران قطر. ان شاءالله میبریم دیگه. حتما 2-0 میشه. حالا اگه یه خورده ارفاق بکنیم شاید هم 2-1. خستگی سفر تو تن شما نه؟ آره اگه بره ای جان خودم. ولی جو خود یه چیزی، یه نکته، این کارلوس کیروش شده یه تیم پشت تیم ما. یعنی یا کنین من 38 سالمه، از 5-6 سالگی که آدم فوتبال نگاه می‌کردم و تعقیب می‌کردم. توی تا زمانی که کارلوس کیروش مربی ما نبود همیشه باید با استرس نگاه می‌کردیم فوتبالو. الان 3-4 سال راحت میشینیم نگاه میکنیم. طرفدار کارلوس کیروشین شما دیگه. ببین نگاه کن، آخه یه تیم پشت تیم ما، یعنی شده یه فضای ایجاد کرده که همه تیم‌های آسیایی میترسن از ما. من واقعا بنده خدا رو بعضی موقع خودش اذیتش میکنه. یه خورده خونش هم مثل ما ایرانی‌هاست، یه خورده سریع عصبانی میشه. این عصبانی شدنش شد یه خورده باید اونجایی‌ها احتیاط کنن دیگه. نگاه کنید چه کارنامه خوبی داده به شما تو این چند سال گذشته. یه خورده هواشو داشته باشید. آقا 90 هم هستین حالا تو استاد. 90 رو نگاه کن، هر هفته نگاه میکنم، مستقیم که نه ولی برنامه صبح میشه نصف شب شما. اونجا نصف شب. من فرداش توی سایتی هستش، حالا اسم سایت رو نمیگم، ضبط شده است. آره نگاه میکنم. تیم ملی چند میشه با قطر بازی؟ 1-0 یا 2-0. ما فردا باز ایران قطر میری یا نه؟ انشالله حتما. انشالله با امیر آقا سعی میکنیم حتما حضور پیدا کنیم تو استادیوم و بریم بازی رو از نزدیک ببینیم. چند میشه؟ انشالله 1-0 میزنن. محمد آقایی که طرفدار فوتبال دو آتیشه تو قطر، یه جورایی محمد بوقی قطری تقریبا تو همین مایه ها. آقا چند سال ساکن قطری؟ من حوالی سال 51 ایرانی تا حالا اومدم قطر. 5 سال کلاس پنجم ابتدایی بودم، از آبادان دیگه یارو اومدیم قطر. اصالتا برای آبادان هستین؟ اصالتا آبادانی ام. من کلا عاشق تمام تیم‌های ایرانی که میان قطر، کلا حالا فوتبال، هندبال، والیبال، هر تیمی بیاد وظیفه شخصی خودم میدونم میام تشویق. همیشه میری ورزشگاه؟ همیشه. قول میدی اون سکوها رو حسابی بهتره کنین و تشویق کنین که بازیکن‌ها روحیه بگیرن دیگه. 100%. تا من هستم تو زمین واسه نداشتم. یه دونه ایران تشویق کن که این تشویق رو بزرگتر و قوی‌ترش رو باید تو ورزشگاه انجام بدی. ایران